من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. بدانید که قلب‌ها فقط با یاد خدا آرام می‌گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا، خیلی خوش اومدید به این یاد خدا که هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد رضای خدا. امام الرؤوف، امام رضا جانمون بالای 1400 سال پیش بهترین خلق خدا فرمودن ایشان 2 نفر رو حضرت سید الانبیا پاره تن خطاب میکنن. یکی پاره تنشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و بعد میفرمایند به زودی پاره ای از بدن من در زمین خراسان دفن خواهد شد. هیچ غمگینی نیست که او را زیارت کند مگر اینکه خداوند غم و غصه را از دل او بزداید و هیچ گناهکاری نیست که او را زیارت کند مگر اینکه خداوند گناهان او را بیامرزد. حالا 1400 سال، بالای 1400 سال از این فرمایش پیامبر که هنوز پدران این آقا متولد نشده بودن فرمودن گذشته، مردم یک کسایی مثل من، همه این عزیزانی که اینجا مشغول عشق بازی با امام رضا هستند، از جاهای مختلف با یه دنیا غم و غصه و اندوه، مخصوصا توی دنیای پر التهاب و پرتنش فعلی مملو و از اضطراب و نگرانی و غم و غصه و حالا کسی هم مثل من باشه با کوله باری از گناه که حفظ دینم خیلی سخت شده، اگر ما اینجا رو نداشتیم، اگر اینجا رو پیامبرمون امامانون به ما هدیه نمیدادن، اینجا قم مردم ما کجا داشتیم بریم با این کوله بار گناه، با این همه غم و غصه آسایش و آرامش و قرار پیدا بکنیم و با دست پر برگردیم به خونه هامون. خیلی باید خدا رو شکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین. خدای شکرت که به ما امام رضا دادی، به ما خانم فاطمه معصومه علیهم السلام دادی. انشاءالله که قدر این نعمتها رو بدونیم. شما خیلی زود بیایید اینجایی که الان آقای کارگردان دارن به شما نشون میدن، تو صف وایسین، برین پنجره در پنجره فولاد امام رضا بندازین، آرامش پیدا بکنین، قرار پیدا بکنین و دست پر به خونه هاتون برگردین. به حق آقا امام رضا خیلی زود تا همین جمعه انشاءالله نصیب و قسمتتون بشه. بریم. هرچند من دلم نمیاد بگم این تصاویر رو بگیرن، شما هم دارین عشق بازی میکنین، سلام از راه دور میدین، انشاءالله خیلی زود این سلام از راه نزدیک نصیب و قسمتتون بشه. بریم و برگردیم. یه مهمان خیلی نازنین داریم، خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض خواهم کرد. بسم الله، بفرمایید. بهشت اینجاست، رسیدم من به این بابم، زیر سایت سرم باشه، دیگه چی هست از این بهتر، پایینم من تویی بالا، میگیری دستم و آقا، یه کاری کردی بام تا نرم از اینجا، فدای مهربونی تی پسر زهرا، فدای مهربونی تی پسر زهرا، با تو میشه قلبم پر از صفا، امام رضا اینجا از
واسه من دارا شفا. امام رضا امام رضا از تو خیلی رسید به این گدا. امام رضا امام رضا توی صحن و رواق تو منم و حال رویایی برآورده میشه حاجت با همین چشم دریایی. تا میشم مست بوی تو میگیرم پر به سوی تو. زیارت نامه میخونم رو به روی تو. زندگیمو برکت داده سروی تو. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. خیلی ممنونم. هرچی هست زیباییه، زیبایی هایی که هم چشم و نوازش میده، هم گوش و صدای ادعیه و مناجات رو میشنویم، هم روح و جانو. انشالله که خیلی زود قسمتتون بشه. خب من دیروز اگه خاطر شریفتون باشه تو برنامه عرض کردم به مهمانمون که آقای فرازینیا بودن، از خادمان و مسئولین آستان رضوی عرض کردم وقتی روزایی که مهمان ما از حرم هستن من حس خیلی بهتری دارم. احساس میکنم امام رضا ما رو بیشتر تحویل گرفتن، بیشتر نظر لطفشون شامل حال ما شده. حالا الان مهمان نازنینی داریم که از قم تشریف میارن و این حس برای من مضاعف شده که خواهر کریمه امام رضا تو این دهه کرامت حواسشون به ما هست، ما رو رها نکردن. ما از قم آمدیم اما ایشان سفیر فرستادن، اونم چه مهمان و عزیز نازنین و بزرگواری که حضورشون مغتنمه. نماینده محترم ولی فقیه در استان قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و تولیت محترم آستان مقدسه و مطهره و منوره کریم آل طاها، شفیعه روز جزا زینب امام رضا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. آیت الله سعیدی عزیز و نازنین قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدین، تبریک عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض ارادت به حضرت عالی و همه بینندگان عزیز داریم و مطمئن باشند که ما در این شب عزیز و این مکان شریف نایب الزیارهشون هستیم و برای حاجاتشون دعا میکنیم. انشالله ضمن عنایات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف انشالله به حاجاتشون برسن. الهی آمین. قربون معرفت شما. چیزی که من میخواستم استدعا کنم از شما، چون خیلی مردم التماس دعا دارن، شما هم اول فرمودید. خدا خیرتون بده. حاج آقای سعیدی عزیز، من نمیخوام بی‌ادبی بکنم در محضر شما، مسیر بحث روشن بکنم، اما در یک دهه‌ای هستیم بهش میگن دهه کرامت. از ابتدای ذوالقعده تا 11 ولادت حضرت کریمه و برادر از جان عزیزترشون امام رضا که دیگه قلب ذوالقعده است. آدم احساس میکنه باید از یه جایی شروع کنه بعد به یه جایی هم برسه، نه فقط به ظاهر بلکه در عمل و باطن. آیا اینجوریست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش این است که ما مراسممون و برنامه هامون باید جوری باشه که نماد محتوای برنامه های اهل بیت درش باشه تا هم جشن و سرور داشته باشن مردم عزیز ما و هم با معارف اونها آشنا بشن. ببینید شروع دهه کرامت با بزرگ داشته یک بانو، یک دختر مجرد از آل اهل بیت علیهم السلام به عنوان میلاد اون بزرگوار مردم شروع میکنن این دهه مبارکه رو. شروعش با یک بانو پیام ها داره. یک پیامش این است که همیشه بانوان نقش بسیار مهم و به خصوص در شروع، یعنی هر انسانی متولد میشه اول از مادر متولد میشه، از دامن زن مرد به بله، بعد قدم در عرصه های دیگر میگذاره. در دهه کرامت این اتفاق افتاده، یعنی با حضور یک بانوی بزرگوار، فداکار، ولایت مدار، گوش به فرمان رهبری و امام و معصوم بزرگواری مثل امام هشتم علیه السلام شروع میشه. در بین از امامزادگان عظیم الشأن یاد میشه و در نهایت همه میرن در خانه امام هشتم علیه السلام این پیام رو بدن: باید همه کارهای ما ختمش به امامت و ولایت باشه. و در اصل غیبت ولی فقیه همین وظیفه رو دارن، همونجوری که امروز هم مردم ما توجه کردن. مقام معظم رهبری مجدد ظله العالی برای باز تأسیس حوزه علمی قم و 100 سالگی اون و دست حضرت آیت الله حائری فرمایشاتی فرمودن که نشان دهنده این بود که باید همه چیز با اهل بیت،
هم شروعش هم استمرارش و هم ختمش با اینا باشه تا انشالله به اون نتایج بزرگ نائل بشیم. انشالله. پس شاخص نقطه هدف که همه باید در اون مسیر حرکت بکنن امام رضا که اینو خانم فاطمه معصومه به بهترین شکل به ما نشان داد. شما تعریف کنید. اینم که فرمودید عرض کردم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از مدینه به اذن خدا بعد از اون که مأموریتاشون در مدینه تمام شد، ایشون در زمان پدر پاسخگوی شبهات مسائل شرعی مراجعه کنندگان در وقتی که پدر نبودن در مدینه یا امام هشتم علیه السلام نبودن، ایشون پاسخگو بودن. این خیلی معنا داره. حضرت فاطمه معصومه بی اذن امام و حجت خدا سخن نمیگه، بی اذن خدا پاسخ به سوالات نمیده. نشون میده زن در عرصه علمی، در عرصه دفاع از ولایت، در عرصه فرهنگ، در عرصه عفاف و حجاب نقش اول رو داره. در این حال منزوی هم نیست، زن در عرصه است اما با عفاف و حجابش. و بعدم که بنا شد با اذن امام هجرت کنن بعد از شهادت پدرشون، پس ایشون مهاجر فی سبیل الله هن، همون که در قرآن ازش یاد شده. در مسیر مواجه شدن با دشمنان اهل بیت از دستگاه عباسی، مأمون و تیر و طایفه شون که اونجا هم ایشون با مجاهدت این مسیر رو طی کردن، شدن مجاهد فی سبیل الله. و بعد از این هجرت فی سبیل الله و مهاجرت فی سبیل الله و مجاهدت فی سبیل الله در شهر مقدس قم که حرم اهل بیته، اونم همونجوری که اشاره فرمودید قبل از این که متولد بشم آقا موسی بن جعفر علیه السلام، از وجود این بانو و حضورشون و قم و دفنشون در قم و برکاتشون و این که فرمودن به شفاعت این بانو شیعیان من به اجمعهم داخل بهشت میشن. خیلی مقام مهمی. فقط یه موضوع عاطفی نبوده که بخوام پیغمبر اون موقع، یه کده، یه رمزه، یه در واقع روشن کردن یه مسیره که منتج به ولایت میشه به تعبیر شما. و اونم که اشاره شد برای اینکه ایشون آمدن برای زیارت امام هشتم علیه السلام، این در واقع یک اذنی بود برای حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها تا به مردم امام رو بشناسونن. یکی از کارهای خیلی پیچیده در زمان اهل بیت که الحمدلله الان مردم ما مبتلا نیستن به این امتحان بزرگ، این بود که گم میکردن امام رو. راست میگی. حتی بعضی از مردم میرفتن سراغ بعضی از امامزادگان، به اونها میگفتن که شما امام هستید، که اونها یکی از اون بزرگواران حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هستن. بله. این بزرگوار مردم اومدن خدمت ایشون رو به عنوان امام بپذیرن بعد از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. ولی ایشون گفتن اگه منو قبول دارید من به شما امام رو معرفی میکنم. اونا گفتن ما شما رو قبول داریم. ایشون رو مردم آورد در خانه امام هشتم خدمت امام هشتم، گفت ایشون امام شماست. شد امین ولایت. یعنی امامزادگان واجب التعظیم ما همشون جهت رو و مسیر رو به سمت امام و ولی خدا هدایت می‌کردن. یعنی ائمه ما رو دعوت به سمت خدا می‌کردند و امامزادگان دعوت کننده مردم به سمت امام بودن. بله. انگار یه فلش، یه علامت راهنما. وقتی می‌فرمودن که من برای زیارت برادر، این زیارت یک زیارت عادی نبود. ببینید ما زائرین حضرت رضا حواسشون باشه، زیارت امام رضا یه مراسم نیست، زیارتی است که در راهش باید هجرت کرد، در راهش باید مجاهدت کرد، در راهش باید معرفت کسب کرد. اینجوری رفت خدمت امام علیه السلام. شاید منظور از اون عارفند به حقه های حضرت معصومه و عارفند به حق امام رضا همینه ها، که درجاتی داره. خدا کنه ما به اون درجات بالاش به برکت راهنمودهای شما و مثل شما برسیم. من یه عذرخواهی از مردم بکنم. علت اینه که شما میبینید من یه مقدار دارم بلند صحبت میکنم و همچنین حاج آقا، برای اینکه صدا به صدا برسه. اینجا قبلتر صدای دعای فرج و دعای سلامتی امام زمان و بعد صدای اذان هم الان شما دارین میشنوین که به افق حریم رضوی و مشهد الرضا هست و به خاطر اون فاصله که با تهران هست ما همچنان خدمت شما هستیم تا بعد مهیا بشیم همگی برای اقامه نماز. خب ما رو مشتاق‌تر کردید به کسب معرفت امام که حضرت معصومه سلام الله علیها در اون مسیر بودن، امامزادگانی که مردم رو ارجاع میدادن به سمت امام. ما رو ببرید به اون سمت. خب واقعش این است که ائمه ما علیهم السلام و امامزادگان عظیم الشأنی که ازشون یاد میشه، مثل حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، مثل حضرت
احمد بن موسی شاهچرا و دیگر بزرگان که حالا فرصتی از همه بزرگان یاد کنیم. حضرت صالح ابن موسی هم که تو همین ایام بزرگداشتشون در تبس اسمی که حضرت صالح ابن موسی الکاظم در تجریش و جنابی که در تبس دفن هستن، ایشون هم که از فرزندان موسی جعفر السلام هستن که این ده هم از این بزرگوار یاد میشه. بله، اینا کسانی هستن که خودشون تا بودند حرکت کردن، تا بودند سخن گفتن، تا بودند کار کردن و بعد در جایی ثابت ماندن. این ثابت ماندن یک نمادی از کعبه معظمه هست. یعنی چه؟ یعنی مردم بیان دور اینها بگردن، محور اینا باشن، تا وقتی که اینها در دنیا هستن یک وظیفه‌ای دارن، یک رسالتی دارن، بعد باید اینا بشن حرم و دیگران بیان اینجا احرام ببندن، دور اینا بگردن، قلبشون به سمت اینها، حرکتشون به سمت اینها. البته این بزرگواران حاجات مردم رو، درخواست‌های مردم رو پاسخ میدن و مردم هم بر اساس معرفتی که دارن دور اینا میگردن که بگن ما محور شما هستیم. الان مقاومت که در منطقه نوز گرفته، مردم شریف یمن و دیگر قسمت ها دارن فعالیت میکنن برای که این محوریت رو حفظ کنن، همه بفهمن محور اهل بیتن علیهم السلام. یه تعبیری هست آقا دارن که امامزادگان باید قطب‌های فرهنگی باشن. واقعا به این باید رسید و مردم ما رسیدن. این که شما این همه حرم ها شلوغه، به این رسیدن، ولی نباید توقف کنن. این رو همونجوری خود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، همونجوری که امام هشتم علیه السلام از مدینه ایشون رو به اجبار به طرف خراسان آوردن، در اینجا قدم به قدم، منزل به منزل خاطره داره که باید تمام اینها نوشته بشه، تبیین بشه. بهتر از نوشتن تبیین بشه که امام هشتم از مدینه تیمون چه کار کردن. خیلی کارهای بزرگی انجام شد، اینقدر خاطرات، اینقدر. یکیش داستان نیشابور بود که اون جمله حساس رو فرمودن. مردمی که اونجا جمع شده بودن اینها به مذهب دیگری بودن، اما وقتی شنیدن فرزند پیامبر خدا و حجت خدا حضرت علی بن موسی رضا دارن میان، اینا به عنوانی که ایشون یک حدیث از امام بشنون، عرض کردم مذهبشون مذهب دیگری بود، اومدن حدیثی بشنون. امام دیدن بهترین موقعیتی که از توحید دم بزنن، از نبوت دم بزنن، از رسالت دم بزنن و از ولایت دم بزنن. عجیبه. لا کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. پرده ها افتاد، آقا حرکت کردن، مردم هنوز مشتاق بودن بشنون. این یک حرکت تعلیمی بود، تربیتی بود. این حرکت امام هشتم یه حدیث تنها نمیخواستن بخونن، مردم رو به توحیدی که بعدش رسالتی میخواستن دعوت کنن، به رسالتی که بعدش ولایتی میخواستن دعوت کنن. فرمودن به شروطها و انن شروطها. اینجا دم از خود زدن در واقع دم از خدا زدن بود، دم از رسالت زدن بود، دم از قیامت زدن بود که اگه میخواد قیامتتون آباد بشه باید در خانه امام هشتم علیه السلام باشه. خیلی هم عالی. ما در خونه امام هشتمیم الان. حالا ما اینجا هستیم، من خودم رو میگم به لحاظ ظاهری مردم پای تلویزیون، جسم و روح و جان و دل قلبشون اینجاست. متوجه ناجا و دوست دارن بیشتر از معارف رضوی از شما بشنون، از شأن و جایگاه و مقام و منزلت حضرت رضا، و در واقع ما هدیه بیشتر از شما میخوایم، زمان بیشتر باقیه و دوست داریم عیدی بیشتر از شما بگیریم. در خدمت شما هستیم. عرض میکنم که دو پیغمبرن که در قرآن برای ولادت اونها از کلمه سلام استفاده شده. یکی حضرت یحیی است، خب یکی حضرت عیسی است. سلام بر ولادت اینهاست. بله، دوستانم به من بگن چقدر فرصت داریم که استاد مدیریت بفرمایید. بله بفرمایید. سلام بر ولادت اینها بوده، سلام بر رفتن اینها و سلام بر روز قیامت که اینها مبعوث خواهند شد. درست. سلام بر ولادت خیلی معنا دارد. ببینید ما الان برای خودمون مشکله بگیم سلام بر ما روزی که متولد شدیم. بله. ولی این سلام رو برای حجت خدا، پیامبر خدا، به راحتی خداوند متعال بر زبان اینها جاری میکنه. و حضرت عیسی که حالا مد نظر هست که ازشون یاد کنیم، سلام بر ولادت ایشان
یعنی حضرت عیسی آمد تا مبدأ یک تحول باشه، تا یک تمدن اینا بسازد. ولادت تمدن ساز حضرت عیسی سلام داره حضرت عیسی. اما مردم بدونن این عزت ها، این افتخارات، این کرامت ها که امروز داریم از دهه کرامت یاد میکنیم، با چالش های روبرو بوده، با زحمت های روبرو بوده. ببینید حضرت مریم پاک دامن در معبد مشغول عبادت بود. در یه لحظه خداوند اراده میفرماید که به ایشون حضرت عیسی رو عنایت کنه و هدیه کنه. حضرت مریم یه مرتبه متعجب میشه، شگفت زده میشه. خدایا من ازدواج نکردم. فرمود این قدرت ما بر این هست، این کار خواهد شد و این امرا مقضیه، یعنی اصلا جای دیگه صحبت نداره. باید عیسی سلام الله علیه از همین بدن مبارک شما متولد بشه. حضرت مریم هم یه مرتبه خداوند بهش حضرت عیسی رو لطف کرد، اما چالش های حضرت مریم شروع شد. مردم با زبانشون زخم زبان زدن. یعنی مردم عزیز در راه اهل بیت آماده باشین، براتون رسانه ها، براتون دشمنان حرف در میارن، مخصوصا مثل امروز که این همه رسانه ها همینطوره. بله حرف در اینقدر به این زن پاک دامن جسارت کردن. این خیلی مهمه تو قرآن، این عین قرآنه، اگر نبود من نمیگفتم. بفهمید حضرت مریم وقتی این همه زخم زبان ها رو شنید گفت که یا لیتنی مت قبل هذا بود کنت نسیا منسیا، کاش که من مرده بودم این روز رو نمیدیدم. معلوم میشه زخم زبان خیلی تأثیر منفی در روحی افراد داره. اما با توکل به خدا حضرت مریم صبر کرد، روزه سکوت گرفت و بعد گفت با این بچه حرف بزنید. وقتی گفت با این بچه حرف بزنید، اونا هم مسخره میکردن هم شگفت زده بودن که بچه در مهد میشه حرف. اما زمانی که حضرت عیسی زبان باز کرد، انی عبدالله آتانی الکتاب، اینجا دیگه آبرویی که از حضرت مریم برده بودن، زخم زبانهایی که میزدن، همه برگشت به اذن خدا. یعنی مردم صبر کنید، منتها صبر میخواد، صبر کنید، پایداری میخواد، مقاومت میخواد. اگر بهتون حرف زدن، اگه برای شما رهبرتون کشورتون، اگه شهید سید حسن نصرالله را از شما گرفتن، اگه شهید رئیسی رفت، اگر شهدای دیگه رفتن، اگه شهید حاج قاسم رفت، صبر کنید. در عاقبت لأهل تقوا و الیقین، عاقبت برای ماست وعده کردن و به خصوص که چشمانداز ظهور وجود مقدس مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش روی ماست. صبر کنیم ان شاء الله. حوادثی داره در منطقه اتفاق میفته، همونجوری که شما فرمودید، اینا بیانگر یک ان شاء الله حادثه بزرگی. البته اون قبل برنامه بود، حالا چون مردم در جریان نبودن از حاج آقا پرسیدم، گفتم ان شاء الله امیدها زیاد شده، ما ان شاء الله برای ظهور امام زمانمون ان شاء الله چشم‌براشون هستیم. دوستان به من دقیق تر بگن ما چقدر فرصت داریم. من یادم افتاد که عرضم به حضور شما 3-4 دقیقه فرصت داریم. عرضم به حضور شما که ما برای رسیدن به اون جایگاهی که مد نظر امام رضا است، یاد یه حدیث افتادم که میگن امام رضا فرمودن مؤمن 3 ویژگی داره، 3 در واقع یکی سنتی از خدا، سنتی از پیامبر، سنتی از امام. سنت خدا رازداری، سنت پیامبر مدارا کردن با مردم، سنت امام پایداری در تنگناهاست. یعنی خود امام این کار رو کرده، ما باید به تبعیتش اهل پایداری و مقاومت باشیم اگه میخوایم نتیجه رو بگیریم. یه حدیث هم من در اضافه بخونم از امام هاشمی علیه السلام، فرمود رحم الله امرا احیا امرنا، امر ما رو زنده میکنه. خیلی مهمه. بله. یعنی مردم دهه مبارک گرفتین، کرامت گرفتین، تبریک گفتین، بسیار خوب، اما یادتون باشه همه این مراسم محورش اینه احیا امر اهل بیت. اول حکمرانی، بحث حکومت اینها، و بعد این حکمرانی در مرحله عمل، در مرحله عمل باید به پای احیاء امر اهل بیت هممون تلاش کنیم. یعنی از خانه، خانواده، حیا، حجاب، فرزندان، درس، تلاش، دانشجویان، کارگران، بالاخره همه اینا باید بفهمن احیاء امر اهل بیت به این است که تمام اموری که در زندگی ما موظف هستیم انشالله به برکت اهل بیت این رو خوب اجرا کنیم. به برکت انقلاب اسلامی ما تو این مسیر قرار گرفتیم و انشالله به قله هم نزدیکیم و انشالله اتفاقات مبارک در پیشه انشالله. استاد سعیدی عزیز، من یادم افتاد که ما 30 روز ماه مبارک رمضان رو با برنامه یاد خدا
سر سفره کریمانه هست معصومه بودیم و خدمت شما بودیم و الحمدلله برنامه هم ظاهرا موفق بوده. خیلی خوب بود. آره خیلی امتیاز اونجا ما دوست داشتیم شما رو زیارت کنیم، کار خدا رو ببین. خدا اینجا پیش امام رضا قسمت کرد ما خدمت شما. زنده باشید، محبت داریم. خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده، ان شاء الله سایتون مستدام باشه. برامون دعا بکنید برنامه‌مون رو تمام کنیم. یکی دو دقیقه فرصت داریم دعاهای اللهم عجل ولیک الفرج. خدا به حق محمد و ماها رو از زمین سازان حکومت امام زمان قرار بده. لیاقت زیارت و خدمت به اون حضرت با مرحمت کن و مردم ما عزیزان ما به خصوص جوانان عزیز ما رو در پناه امام زمان از همه آفات و آسیما حفظ بفرما و رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت کن. شهدای عظیم الشأن ما رو با اهل بیت محشور بفرما. آمین. خیلی هم قبل برنامه با ما سفارش کردن به اعضا به اهالی این برنامه که آقا مریض داریم رو تخت بیمارستانن، گرفتار این قضیه، برای اونها هم دعا. اللهم صل علی محمد و محمد. خدای به حق امام هشتم علیه السلام که حاجات حاجتمندان رو میدن، مریضان اسلام به خصوص کسایی که سفارش کردن عافیت و صحت و سلامت عنایت بفرما. الهی آمین. خیلی ممنونم استاد، خیلی زحمت کشیدین تشریف آوردین. خدا خیرتون بده، سایتون مستدام باشه. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. منم یه بیت بخونم با شما خداحافظی بکنم. گفتش که قبل از اینکه این بیتو بخونم، با همه وجود ما یاد شما هستیم مردم، با همه وجود. دیروزم عرض کردم داریم زیارت میکنیم، سلام میدیم، نماز میخونیم براتون و آرزومون اینه که انشاءالله تا همین دهه کرامت تمام نشده شما مشرف بشید. عرض میکنم که الهی به حق سامن الحجج، الهی به حق سامن الحجج عجل ولیک الفرج. اللهم آمین یا حق. خداحافظ.